آورده محسوستون یه مثال میتونی بزنید؟ آورده محسوس اینه که شما امروز در مناسبات بین المللی در واقع تعیین کننده مثلا تو ریاض ما را میدن. حالا اون یه ما تعیین کننده مناسبات در مسائل بین المللی هستیم. که ما تو نیستیم واقعا الان. نمیدونم خب اگه نیستیم برای چی همه خط نشون میکشن، یه همه صبح تا شب تو کاخ سفید ما تو عربستان دعوت نمیشیم آقای دکتر. اصل آباد چیزی هست. تو ریاض هم دعوت نمیشیم. همین ریاض خودمون. بچه‌تون برای تو محله سنگ برداره بزنه تو شیشه همه خونه ها، بچه شما میشه موضوع اصلی محله. یعنی شما تعیین کننده است بچه. اجازه بدین حالا این یا پخش میکنید یا نمیکنید، ولی نکته اینجا وجود داره آقای احمدزاده عزیزم، این هستش که ما مسئله جهان شدیم نه تأثیرگذار بر جهان. مسئله شدن تا تأثیرگذار بودن یکیه از نظر مفهومی، از نظر تعریفی. ما رو مسئله جهان کردن تو تئوری جنگ نامتعادل، چون قرار بود بیان اینجا. اگر ما مسئله نمی شدیم نمیتونستن بیان اینجا لشکر کشی کنن. باید این کارو میکردن، آستین ما رو باد میکردن و ما مرگ بر آمریکا میگفتیم اون فلان جا رو میبندیم. محور مقاومت، اگر محور مقاومت کار نکرد، چرا الان که جولانی آمد نذاشتن از زمین و هوا شما کمک کنید؟ قبلا نمیتونستن نذارن؟ چرا میذاشتن شما این کارها رو میکردی؟ یه ذره فکر کن.